الهام معدلی‌زاده پایه‌گذار نشریه ساحل، نشریه حکومتی شهر گلستان، صبح 14 مارس در سن 61 سالگی بر اثر بیماری درگذشت. او تا لحظه وفاتش مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه شهرداری گلستان بود. از حکومت شهر گلستان به از پلیس گفتند که الهام معدلی‌زاده یک ماه اخیر از بیماری گرده اذیت میکشید و این بیماری در نهایت او را از میان ما برد. الهام معدلی‌زاده 1 سپتامبر سال 1960 در شهرک ادرسمان در کنار شهر گلستان تولد شده. سال 1982 رشته سخنشناسی دانشکده آموزگاری شهر لینین‌آباد حوزه دانشگاه دولتی خوجند را ختم کرده بود. با تشبث او 11 مارس سال 1998 در شهر گلستان نخستین روزنامه رسمی این شهر با نام ساحل تأسیس یافته و الهام معدلی‌زاده تا سال 2012 وظیفه سرمحرر آن را به دوش داشت. او همزمان در سالهای 1995 1998 معاون دیرکتور شرکت تلویزیونی تیمور ملک بود. معدلی‌زاده همچنین در این شهر صنعتی شمال تاجیکستان محفل ادبی الهام را تشکیل کرده بود که با جلب ادیبان و سخنشناسان موضوعهای ادبی و فرهنگی را به مخلصان کلام توضیح می‌دادند. الهام معدلی‌زاده مؤلف کتاب‌های اشک شبنم، وطنم تاجیکستان، صدای مسافری، کشفیات و گل الهام میباشد. در سالهای 90 قرن گذشته مسئولیت سردبیری روزنامه‌های گنجبخش، سغدیان میدکار 777 و برقچی و بعداً معاونت سردبیری و کاتب مسئول روزنامه سخن خلق، سرمحرر روزنامه معدنشناسی دانشکده کوهی متالورگی تاجیکستان در شهر بوستان را به دوش داشته است. تا روز مرگ مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر گلستان را داشت و در آغاز سالهای 2000 کاتب کمیته اجرایی شورای نمایندگان خلق شهر آن وقت قیروقم بود. او عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان نیز بود.